سلام دوستان، در خدمتتونم با آموزش تعمیر دینام 206. این دوستمون تو جاده شمال مونده بودن که گفته بودن دینامتون قابل تعمیر نیست و یه دینام نو براش انداخته بودن. اینم آورد که براشون تعمیر کنیم، اگه تعمیر بشه تعمیر کنیم براش. آفتاب دینامو در میاریم. Ben de düşürüyorum. Düz bir yerde saklanıyor. دوستان بعضی از دیناما قابل تعمیره. اگه جاده چیزی موندین، اگه کسی گفت تعمیر نمیشه ببرین یه جای دیگه، شاید اونجا همکارمون تعمیر کنه. خب سیمای تشک رو جدا میکنیم. با سیمتین هم میتونین جدا کنین، با هوی هم میشه جداش کرد. حالا این یکم سخت جدا میشه. پیچای پوستر هم باز میکنیم تا کامل دینام کامل اوراق بشه. الان اوراق میکنیم، قطعه همش رو تست میکنیم، بعدش اگه تعمیر بشه تعمیر کنیم. اکثرا 206 تا دینامای 206 روغن هیدرولیک که نشتی پیدا میکنه میره به دینام، باعث سوختگی و خرابی قطعاتش میشه. لطفا مواظب باشین که هیدرولیکتون نشتی نداشته باشه. حالا پوستر هم ازشون جدا میکنیم با پیچ گوشتی یا چیز نوکتیست که هم به تشک صدمه نزنه هم راحت در بیاریم. بولبرینگاش که سالمن. کالکتورش یکم کثیف شده، اونو تمیز میکنیم تا با فرق 110 ولت تستش کنیم. دیوداشو اول تست میکنیم. میبینین دوستان باید هر سه تا پایش یه اندازه باشه. حالا یکی دو دهم اونوریم ور مهم نیست. برعکسش رو میدونید که باید عبور نده. با اوهمتر هم میتونیم تست کنیم و با لام تست هم میشه تست کنیم. 110 ولت تست کردیم. آرمیچرش به بدنه اتصالی داره ولی تشکش سالمه. اون از کالکتورش میتونه باشه که آشغالای اینجا رو میبینین دود میکنه. آشغال مثلا براده زغال چیز میکنه. اینجا هم دادیم شاگردمون پاک کرد. دوستان دیدین این براده زغال که رفته بود به بین کالکتور و بدنه به بدنه اتصال میزنه. زغالاش رو تعویض میکنیم. دوستان دیدین که همه قطعاتش سالم بود. این همکاریمون به خاطر تموم شدن زغال براشون این دوستمون دینام کامل عوض کرده. میتونه زغالاشو عوض کنه و کار این بنده خدا رو راه بندازه.
یه زغال نو انداختیم روش، حالا با حاویه اتصالی میکنیم. لطفا همکارامون هم دقت کنند کاراشون که برای مشتری هزینه زیادی سر بار نیاد تو این گرونی و وضعیت بد. زغالا رو اتصالی دادیم، اضافه هاشم سیمای اضافه زغال رو هم آخر ویدیو قطع میکنیم و چسب میزنیم که جای اتصالی نکنه. قشنگ که اتصالی پیدا کرد. خب این از اتومات دینامشون که تمام شد، سیماشو کوتاه میکنیم. حالا پوستش رو میذاریم سر جاش، با پوستش رو میبندیم که دینامو را بندازیم. دوستان دقت کنین که این سیمای تشک موقع جا انداختن که خوب اتصالی پیدا کنه و دوباره کار نده. دوستان لطفا حمایت کنین که منم از این ویدیوهای آموزشی زیاد بذارم که همه استفاده کنن ازش. مغازه ما هم تو تبریزه، جنب پل توانی، کلینیک خودروی خوشگواره. سیما رو به دیود وصل میکنیم و ست میکنیم که نیاد بیرون و لاین کاری میکنیم. سیما رو با حاویه اتصالی میدیم که خوب بچسبیدش. دقت کنین لحم سردی نباشه، که لحم سردی باشه دوباره جدا میشه سیم ازش و چراغ دینام روشن میشه. پایه ها رو محکم با حاویه اتصالی میدیم و خوب بچسبه.
پایه سومم اتصال می‌بینید و کار رو ادامه می‌دیم. دوستان می‌بینید که با هزینه خیلی کم دینام این سیستممون تعمیر شد و تست میکنیم، بهشون تحویل میدیم تا اگه اون یکی دینامشون تو راهی جایی اگه لازم باشه میتونه بندازن رو ماشین رو راحت استفاده کنن. حالا این دینام با دینام نو هیچ فرقی نداره. اتصال رو چک کنیم تا کامل اتصال پیدا کنیم. دوستان لطفاً حمایت کنین تا از این ویدیوهای آموزشی بیشتر بذارم. با فکر کنم اون همکارمون تو جاده به خاطر اتصالی که آرمیچر داشت، خاطر کثیفه کالکتور فکر کردن که آرمیچرش خراب شده و گفتن که تعمیر نمیشه، باید دینام بگیریم. حالا автомات رو جا میندازیم، پیچاشو ببندیم تا بره واسه تست. دینام رو میبندیم به گیره تا بره واسه تست. مکس باتری تست میکنیم. تابلو داشت. بله، چراغ دیناممون هم خاموش شد و حدود 13.5 شارژ میکنه و چون باتری ما خرابه اتصال بدن رو برمیداریم و 14